به نظرتون ایران میتونه اینترنت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو مختل کنه؟ چند روز پیش گزارش‌های منتشر شد که ایران ممکنه در صورت تشدید درگیری‌ها کابل فیبر نوری زیر دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز رو هدف قرار بده. اما آیا چنین چیزی واقعاً شدنیه؟ قبل از پاسخ به این سوال حتما توی کامنت ها نظرتون در مورد جنگ بین ایران و آمریکا برام بنویسید. شاید براتون جالب باشه که بیشتر اینترنت جهانی از طریق کابل فیبر نوری که در کف دریا قرار دارن جابجا میشن، نه از طریق ماهواره ها. بخشی از این کابل ها از منطقه خلیج فارس عبور میکنن و برای ارتباطات، بانکداری و اینترنت کشورهای منطقه اهمیت زیادی داره. اما اگر چند کابل آسیب ببینن، اینترنت جهانی قطع نمیشه، چون مسیرهای جایگزین زیادی وجود داره. با این حال ممکنه باعث کندی اینترنت، اختلال در برخی سرویس ها و خسارت های اقتصادی بشه. اگر دوست داریم بیشتر درباره تأثیر جنگ ایران و آمریکا بر کشورهای خودشون، منطقه و جهان بشین، حتما همراه کانال تازه تأسیس ما باشید.